تیم ملی فوتزال تاجیکستان پس از برآمدی با موفقانه در جام آسیا اوید با فوتزال کویت 2022 به وطن برگشت. در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه هیئت منتخب را رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، مسئولین ساحه ورزش پایتخت، نمایندگان وسایط اخباری عامه و مخلصان و نزدیکان صمیمانه استقبال گرفتند. یادآور می‌شویم که جام آسیا 2022 در کویت از 27 اکتبر آغاز شد و تیم ملی فوتزال تاجیکستان در مسابقه مذکور 4 واخوری دایر کرد. اون مقصدی که ما در نزد فوتبالیست‌های مملکت مونده بودیم با نتیجه رسیدیم. فکر می‌کنم که بازی خوب نشان دادن. در بهترین 8 دسته آسیا بودن کاری آسان نیست. پیشتر باور بکنید ما با دسته تایلند، دسته ژاپن، ایران بازی می‌کردیم. الکی پیش از بازی یک دیموتیواسیون، یک ناباوری، یک دیگر یک حسی بود که ما باید، اما دیگر ترس نیست. ما نشان دادیم که بچه‌ها ما در حقیقت میتونن بازی سطح بلند نشون بدن که سطح بلند نشان دادن. من فکر می‌کنم که بهترین لحظه فوتبال تاجیک از پیش است. ما یک خوش خبر داریم. روزی 6 و 9 نوامبر دسته منتخب روسیه فوتزال از نمود فوتزال با تاجیکستان میآید. شما میدونید که بهترین توپ دسته دنیا به حساب میاد روسیه در برابر پرتغالیا، اسپانیا، در برابر ایران و فکر می‌کنم که برای ما تجربه بهتری میشد و یک امتحان بهتری میشد. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در مرحله گروهی جام آسیا 2022 در گروه ب سراول با حساب 4-3 بحرین را شکست داد و در بازی دوم با نتیجه 3-2 از ازبکستان شکست خورد. در بازی سوم مرحله گروهی که بازی حل کننده به حساب میرفت، شاگردان پیرو واحدов توانستند با حساب کلان 8-5 یکاچین ترکمنستان را مغلوب سازند و با کسب 6 گل از اینه دوم گروه با مرحله چهارک نهایی برآیند. اما در مرحله چهارک نهایی فوتبالبازان کشور ما در یک بازی برابر از تایلند شکست خوردند. سببی که در بازی بلوچی در بازی ازبکستان در قسم یکم فیروز بازمحمد با در هیئت اساسی بار اومد، برای که فیروز بازمحمد قریب یک سال شد اشتراک کرده در بازی سطح بلند و در بازی اول که بازی کرد از جهت روانی به حد دشوار از وقتی که دروازه‌بان رقم یکی اصلا تعلیم که باید خوب دروازه گل سرمتی و فیروز اگر شما تماشا کرده باشید اونقدر خوب هم نیست. از سطح خودش پستر ایستاد. برای که فشار روانی بیشتر بود با فیروز. برای ما استودی مربیان با قرار ما که در بازی دوم فیروز بازمحمد بازی را آغاز میکند و وقتی که فیروز در قسم دوم با حساب 3-1 برآمد فشار نداشت و خیلی خوب بازی کرد. اون خیلی فشار نداشت برای که ما 3-1 مختص شده بودیم و فیروز اون بازی که ما از او امیدواریم اون بازیش رو نشون خیلی خوب بازی کرد. فیروز بگمرادov دروازه‌بان اساسی تیم ملی فوتبال کشور که در بازی با ترکمنستان از جانب داور اشتباها با کارت سرخ مجازات شد، حسیات خود را چنین بیان کرد. خطاگی از طرف داور شده بود. در اونجا بعد از کارت سرخ اعلام کردن خطاگی از طرف داور شد، چون که اونجا کارت زرد بود و کارت سرخ دادن خطاگی بود و کلان بازی‌ها همشون بازی اول کمتر وزمین گذشت با بحرین، چون که در همه مسابقه بازی اول از همه تیم وزمین میگذارد دشوار است. بازی اول کمتر دشوار بود با ازبکستان الکی با خود اومدیم کمتر حسیات زیاد بود و بازی خوب نشان دادیم اما ناآمد کار شد. مقصد ما چه خیلی گفته بودیم پیش از رفتن از گروه برآمدن بود و این مقصد ما خیلی خوشحال هستیم که رسیدیم. اولا با مخلصان با نزدیکان با همه رحمت میگویم که یاری اونا با ما خیلی مهم بود، برای غلبه ما یاری رسان. بعد از گروه برآمدن ما باز خوب تیار فکر داشتیم که با نیم نهایی برایم با بازی نیم نهایی برایم، لیکن در آخر کمی با ما چه خیلی بگم یک اپت بازی نرسیده فکر کنم.